ما میگیم روشنفکر آدم فکر کنن یعنی داریم خیلی از خودمون تعریف میکنیم که روشنفکر. نه، روشنفکر یعنی کسی که کار قلمی میکنه، کسی که کتاب میخونه. منظورم این نیست که این آدم خیلی آدم برگزیده یه لباس پیامبرگونه به تن داره. خیر، به هیچ وجه همچون چیزی نیست. روشنفکر هم مثل قصاب و بقال و چه میدونم پزشک و اینا یه شغله، یه کاره، یه وضعیته. متفکری هست که من خیلی دوستش دارم، ادوارد سعید، میگه که روشنفکرها یه بیماری خودآزاری دارن. یعنی دائما مثل آدمی که مثلا خوش بخارونه زخم کنه، این بیماریه رو دارن. منم این باور رو دارم. بالاخره ماها اگر نقد نکنیم، قر نزنیم، شکایت نکنیم که مردیم دیگه. آدمام خیلی کاری به کار ما ندارن، دارن زندگیشونو میکنن، ما واسه خودمون داریم قر میزنیم. روشنفکر همواره داره با وضعیت اکنون مبارزه میکنه به سمت وضعیت آینده، به نفع بهتر شدن. یعنی اگر ما راضی بشیم با اون چیزی که درش هستیم که خب دیگه موتور حرکت تاریخ به سمت آینده همین نارضایتیه.